اگه میخوای دنده تایم موتورت رو خودت عوض کنی این کلیپ رو تا آخر ببین. قاب برق موتور رو باز میکنیم. با بوکس 14 پیچ فلکه برق رو باید باز کنیم. با فولیکش فلکه برق رو در میاریم. بازم باید یه چی اهرم کنید تا فلکه برق نچرخه. میل دنده تایم رو در میاریم. دنده تایم رو در میاریم. کاسه نمد پشت دستگاه برق رو در میاریم. با تایم کش باید دنده تایم روی میلنگ رو در بیاریم به همین شکل. با بوکس 19 پیچ تایم کش رو صفر میکنیم تا دنده تایم بیاد بیرون. دنده تایم یه سری شماره روی خودش داره و این صفر باید برابر خار میلنگ جا بره تا تایم میزون بشه به همین شکل. به خاطر اینکه دقیق جا بره با پیچ گوشتی جا میدیم. به خاطر اینکه دنده تایم بره سر جای خودش باید چند تا ترقه به دنده تایم بزنیم به همین شکل. حواستون باشه تا دنده تایم خط نیفته. حواستون باشه تا صفر روی دنده تایم با خار میلنگ برابر باشه. دقیقاً اینجوری. صفر روی این دنده تایم باید روی صفر دنده تایم روی میلنگ بیفته. دقیقاً همینجوری. میل دنده تایم رو جا میزنیم. فنر و بست نگهدارنده میل دنده تایم رو میذاریم و پیچش رو صفر میکنیم. کاسه نمد پشت فلکه برق رو میذاریم. شیار روی فلکه برق باید روی خار میلنگ بیفته. فلکه برق رو جا میزنیم، پیچش رو صفر میکنیم و تمام.